على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا. نکوکاری راه به سوی سعادت است. به نام خداوند بخشنده و مهربان. در دیوان حاتم طای عباره خوب نوشته شده است: اگر ترک بدی تو را کفایت می کند، پس بدی را ترک بکن. دوست داشتن نیکی برای مردم خلق خدا داده می باشد و عطا و هدیه ربانی است. ابن عباس خداوند از او راضی باد می گوید: در من 3 خصلت است. یکم، به یگان زمین باران می بارید الله را حمد می گفتم و خرسند می شدم گرچند در آن زمین گوسفندان و شتران من نبودند. دویم، اگر می شنیدم که فلان قاضی عادل است، در حال در حق او دعا می کردم گرچند کار من به او نافتاده باشد هم. سوم، یگان آیتی را از قرآن می دانستم دوست می داشتم که مردم هم از آن باخبر باشند. آره، این دوست داشتن نیکی برای مردم، پهن کردن بزرگی بین آنها، تازه کردن دل برای آنها و نصیحت خوب برای آنها است. مرد عاقل دوست می دارد که فضل و کرم خداوند برای همه باشد، نخواست برای خودش، و دوست می دارد برای مردم آنچه را که برای خودش دوست می دارد. چنانه که در حدیث آمده است، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: ایمان هر یکی از شما کامل نمی شود تا آن دمی که دوست بدارد برای برادرش آنچه را که برای خودش دوست می دارد. پس برادر و خواهر عزیزم، ما باید بر مردم خوبی ها، نیکی ها و بردباری ها بخواهیم و این عمل قلب های ما را از کینه و بخل و دشمنی تازه می گرداند. پس به برادران خود نیکی ها بخواهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ولتجعلي محكما في أمرنا وثقي بوعد الله أن يتحققا